قرار است به زودی مرحله ثبت نام در برنامه گرین کارت آمریکا یا همان دیوی لاتری آغاز گردد. مهمترین سندی که برای درخواست دادن در این پروگرام لازم می باشه عکس است. عکسی که برای درخواست دادن در برنامه گرین کارت آمریکا لازم است مشخصات منحصر به فرد خود را باید داشته باشه. بدون این ویژگی های لازم شما نمیتونید هر عکس را برای درخواست دادن در این برنامه استفاده بکنید. برای دانستن مشخصات عکس برای اشتراک در برنامه گرین کارت آمریکا و روش تهیه آن لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و ویدیوی کامل را در چینل ببینید. برنامه‌های تحصیلی و مهاجرتی برای افغان‌ها را ما جستجو کرده و از طریق این کانال برایتان اشتراک گذاری می‌کنیم. جهت آگاهی از این برنامه‌ها و آموزش ثبت نام‌های آنلاین نیز می‌توانیم این کانال را سابسکرایب بکنیم و هر گونه سوالی که داشته باشین می‌تونید در قسمت کامنت ها بپرسید.